الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت کارشناس برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب عالی هستم. طبق روال معمول از سوالای SMS بینندگان برنامه را آغاز میکنیم. بیننده پرسیدن که آیا درست زن در وقت سجده آرنج و مچ را روی زمین بذاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول دوران نبوتشون و خصوصا سالهایی رو که در مدینه منوره ایشون سپری کردند در معرض دید مردم نماز می‌خوندند. هم مردان و هم زنان می آمدند در مسجد و پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز می‌خواندند و ایشان فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، آنگونه که من نماز می‌خوانم شما هم همان گونه نماز بخوانید. و یکی از مواردی که جزء سنت ها هست در هنگام سجده کردن این است که آرنج ها از زمین باید بلند بشود، یعنی افتراش نکنند، یعنی ساعد خودشون رو و دستشون رو به صورت کلی روی زمین پهن نکنند، بلکه صرفا دست و پنجه دست بر روی زمین گذاشته بشوند و بقیه دست، بازوها و ساعد باید به صورت عمودی باشند و هم از زمین جدا باشند و هم این که از پهلو جدا باشند، یعنی به صورتی دست رو بگذارند روی زمین که این قسمت دست از روی زمین باید بلند باشد و هم این قسمت بازو از بدن باید فاصله داشته باشد و نچسبیده باشد و همچنین خود بدن انسان کمر و سینه باید از زمین هم بلند باشند که در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی سجده می‌کردند به گونه‌ای بود که زیر بدنشون کاملا باز بود. اگر بزغالی هم از زیر رسول الله صلی الله علیه و سلم عبور می‌کردند راحت می‌توانست که عبور بکنه و این سنت هست هم برای مردها و هم برای زنها. در میان نماز مرد و زن هیچ گونه تفاوتی بنابر دلایل شرعی که در این زمینه آمده وجود ندارد، یعنی هیچ دلیل صحیحی در این زمینه نیامده که نماز مرد با نماز زن در واقع تفاوتی رو داشته باشد و روایاتی که در این زمینه هست روایات ضعیفی هستند و قابل استدلال و در حدی نیستند که بشوانیم از آن یک حکم شرعی را و یک تفاوتی رو میان نماز مرد و زن در واقع ثابت بکنیم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا برای پول خانه‌ای که رهن باشد باید زکات بدهیم یا زکات نه؟ به صورت کلی این پول که به رهن داده می شود این باید ما نگاه بکنیم که مالکش چه کسی هست. یعنی یکی از شرایط زکات ملک هست که انسان ملک یمین رو در واقع داشته باشه، یعنی مالکیت داشته باشد بر یک مبلغی که به یک نصاب مشخص رسیده و از نظر شرعی زکات دارد. الان این مبلغی رو که مستاجر به عنوان رهن یا به هر عنوان دیگری که اسمش رو بگذاریم به صاحب خانه میدهد و در مقابل از خانه استفاده میکند، این پول اساساً مالک چه کسی هست؟ چه کسی اختیار دخل و تصرف در این پول رو دارد؟
میبینیم که این پول به هیچ عنوان از ملکیت این مستاجر خارج نمی شود. مال مستاجر هست و در ملکیت مستاجر هست و هر زمانی که مستاجر بخواهد میتواند که این پول را دوباره پس بگیرد و هر جا که دلش خواست میتواند که آن را استفاده بکند. منتها فعلا این را به عنوان امانت یا گرو گذاشته نزد صاحب خونه که در مقابل از خانه استفاده میکند. پس بنابراین ملکیت این مالی که به عنوان رهن گذاشته می شود این مال مستاجر هست و اگر به حد نصاب شرعی رسیده باشد، مساوی باشد با قیمت 85 گرم طلای 24 آیار و 1 سال کامل بر ملکیتش گذاشته باشد، از نظر شرعی مستاجر باید زکات این پول را پرداخت بکند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشان در مورد روزه است. گفته است که اگر کسی روزه‌اش را به صورت عمدی شکسته باشد کفارش چیه؟ در این شکی وجود ندارد که روزه گرفتن یکی از فرایضی هست که در ماه مبارک رمضان هر انسان مسلمانی که عذر نداشته باشد باید ماه مبارک رمضان را روزهایش را روزه بگیرد، مگر کسانی که معذور هستند، بیمار هستند یا مسافر هستند یا به صورت کلی نمیتوانند که روزه بگیرند. و شکستن روزه بدون عذر یک گناه محسوب می شود. این مخالفت با دستور الله متعال هست و ترک فرضی هست که الله متعال بر عهده انسان قرار داده و حکم شرعی این هست هرگاه که انسان یک فرضی رو در واقع انجامش نداد یا اینکه روزش رو شکست یا به صورت کلی روزه نگرفت، باید یک روز دیگری به جای اون را روزه بگیرد. اگر یک فردی در ماه مبارک رمضان عمدن روزه نگرفت، از همون ابتدا نیت روزه را نداشت یا اینکه روزه گرفته بود و عمدن روزش را شکست، در هر دو صورت این انسان گناهکار هست، باید توبه بکند، طلب مغفرت بکند از الله متعال و حکمش این است که یک روز دیگر به جای اون روز را باید روزه بگیرد، یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد و کفاره و فدیه و بهای دیگری در این زمینه برگردنش نیست، مگر در صورتی که روزه را با همبستری شکسته باشد. اگر زن و شوهری در ماه مبارک رمضان روزه بودند، نیت روزه را داشتند، شب در واقع نیت روزه را داشتند و در روز ماه مبارک رمضان با هم دیگر در حالت روزه هم بستری کردند، هم باید قضا بیاورند، یک روز بجاش روزه بگیرند و هم کفاره بدهند، هم قضا و هم کفاره. در موارد دیگر که روزه شکسته می شود یا عمدن کسی روزه نمیگیرد، فقط قضا هست، کفاره وجود ندارد. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان و کارگردان عزیز نیز خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و مثل همیشه هم تکرار میکنم بینندگان عزیزی که قصد دارن تماس بگیرن و سوالای شرعیشون رو آماده کنن بپرسن، لطف بکنن که سوالا رو آماده بکنن و بعد تماس بگیرن و از طریق گوشی تلفن وقتی که تماسشون وصل شد با ما صحبت بکنن، چون صدای گیرنده و تلویزیون دیرتر از گوشی تلفن میاد و کلی وقت برنامه گرفته میشه. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که آیا صلات تسبیح اصول شرعی دارد یا نه؟ روایاتی که در مورد صلات تسبیح آمده از نظر محدثین روایتی هست که ضعیف هستند، حتی بهترین روایاتی که در این زمینه آمده روایت ابو داود هست، از نظر سندی در واقع مشکل دارد و هیچ کدام از ائمه اهل سنت و الجماعت، یعنی 4 امام و رأس مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت، این نماز رو مستحب یا اینکه مسنون ندانستند و روایاتی که در این زمین آمده من جمله امام احمد رحمت الله علیه این روایت رو در واقع ضعیف و منکر میدونند و روایت صحیحی در مورد صلات تسبیح و این کیفیتی برای صلات تسبیح بیان شده روایات صحیحی وجود ندارد. بدین خاطر در هیچ یک از 4 مذهب اهل سنت و الجماعت این نماز جز نمازهای مسنون در واقع نیست و ثوابی رو که برای این نماز در روایت اومده که الله متعال گناهان رو مغفرت میکند، کسی که نماز رو بخواند الله متعال گناهانش رو مغفرت میکند، این فضیلت در جاهای دیگر هم اومده، در دعاهای دیگر اومده و در مورد نماز تحیت الوضو در واقع این فضیلت اومده که هر کسی که کاملا وضو بگیرد، وضوش بسیار کامل و دقیق باشد و بعد از آن 2 رکعت نماز تحیت الوضو بخواند که لا یحدث فیهما نفسه، که در آن حضور قلب کاملی رو داشته باشد، الله متعال گناهان گذشتهش رو معاف میکند. بهتر است انسان به مواردی بپردازد و اولویت بدهد که با روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده. اما در مورد صلات
صلات تسبیح روایت صحیحی وجود ندارد و در هیچ کدام از مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت بزرگان و ائمه این مذهب این نماز رو مسنون قرار ندادند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که خواهری هستن، گفتن مهریه‌شان 350 سکه طلا هست. گفتن الان من باید زکات آن رو بدم یا پدرم و آیا اصلا زکات داره یا نه؟ در مواردی که مهریه رو انسان قبض کرده، یعنی مهریه رو دختر از در واقع شوهر خودش دریافت کرده و در ملکیتش داخل شده، قبضش کرده و هر لحظه ای که بخواد میتواند در آن دخل رو تصرف بکند، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد که مال خودش هست، در اختیار خودش هست و باید زکاتش رو پرداخت بکند. 350 سکه طلا که باشه زکات قطعا داره، 2.5% یا 41 رو باید هر سال به عنوان زکات پرداخت بکند. این گونه نیست که یک سال اینو پرداخت کرد سال دیگر معاف باشه، نه، هر سال تا زمانی که این مبلغ را دارد و این مقدار طلا را دارد زکاتش رو باید پرداخت بکند و 2.5% هست. اما اگر این مهریه برگردن شوهر هست، به عنوان یک نوع وامی هست که برگردن شوهر هست و نمیداند که شوهر میتواند این رو پرداخت بکند یا نمیتواند یا فعلا شاید اصلا توانایی پرداخت رو نداشته باشد، این جزء وامه هایی هست که چه بسا انسان امید دریافتش رو نداشته باشد یا در بسیار از موارد این رو به عنوان صرفا به عنوان یک نوع ضمانت دریافت میکنن که در موردی که زن و شوهر از هم دیگر جدا بشوند در اون وقت مطالبه در واقع مهریه میکنند. اگر به این گونه هست که شوهر فعلا نمیتواند اون رو پرداخت بکند و نداده و اگر تقاضا هم بکند این خانم شوهرش نمیتواند این رو فعلا پرداخت بکند، در این صورت زکاتی بر آن نیست، صبر بکند، هر وقت که آن رو دریافت کرد و در اختیارش قرار گرفت زکاتش رو پرداخت بکند، 1 سال زکاتش رو پرداخت بکند کفایت میکند و سالهای بعدی که در واقع 1 سال شد، یعنی بعد از اون که در اختیار خودش بود، هر سال باید زکاتش رو پرداخت بکند. جزاکم الله خیر. من دوباره تکرار میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز زیر نویس هست و کسانی که میخوان تماس بگیرن لطف بکنن از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنن و سوالای شرعیشون رو نیز آماده داشته باشن تا بینندگان زیاد معطل نشن. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که اگر زنی 40 روز از زایمانش گذشته باشد و هنوز لکه داره، آیا میتونه نمازش را بخونه؟ در مورد زنانی که بعد از وضع حمل خونریزی را دارند، در این زمینه روزهای مشخصی تعیین نشده از نظر شرعی. این گونه که 100% باید زن یک مقدار تعدادی از روزها را بنشیند و نماز و روزش را ترک بکند به صورت یک عدد مشخص در واقع در این زمینه مشخص نیست و تعیین نشده. این بستگی به وضعیت هر خانومی داره به صورت جداگانه. معیار در اینجا همون خونریزی هست. هر زمانی که خونریزی قطع بشود، ولو اینکه فرض کنیم یک خانومی اصلا خونریزی نداشته باشد یا در ظرف یک هفته یا چند روز بیشتر خون در واقع نبیند، حکمش این است به محض این که خونریزی بند شد باید روزه بگیرد، اگر که میتواند روزه بگیرد و همچنین نمازش رو باید سر وقت بخواند. معیار فقط همون قطع شدن خونریزی و خون نفاس است. هر زمانی که قبل از 40 روز خونریزیش بند شد باید نماز و روزش رو اگر میتواند روزه بگیرد و نماز رو حتما باید بخواند. و حد اکثری که در این زمینه تعیین شده همون 40 روز هست، یعنی در صورتی که از 40 روز بنابر روایتی که در این زمینه اومده که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نفسا 40 روز می نشستند و نماز و در واقع روزشون رو نمیتونستند بگیرند و حد اکثرش 40 روز هست. یعنی اگر تا 40 روز قبل از 40 روز پاک شدند باید نماز بخونند و اگر پاک نشدند از 40 روز بیشتر ادامه داشت، حکمش این است که غسل بکنند. اون خون استحاضه شمرده می شود، خون عادت ماهیانه یا همون خون زایمان و وضع حمل شمرده نمی شود و حکمش این است که یک خون فاسد هست و استحاضه هست. بعد از آن غسل بکنند بعد از 40 روز و نماز رو سر وقت باید بخونند.
بکنند، مگر در صورتی که این خانم خودش تشخیص بدهد که این خونی که بعد از 40 روز میاد خون نفاس نیست و خون عادت ماهیانه است. بالفرض این که زمان عادت ماهیانش در هر ماه در این وقت بوده، الان شاید یعنی میداند، یقین دارد که الان این خون عادت ماهیانش هست، در این صورت نباید که نماز بخواند یا روزه بگیرد. اما اگر وقت عادت ماهیانش نیست و 40 روز هم گذشته باز هم پاک نشده، حکمش این است که این خون استحاضه هست و بعد از آن غسل بکند و نماز رو هم سر وقت بخواند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که من مدت 12 روز است که عادت ماهانه هستم، نمیدونم چیکار کنم، روزه و نماز بخوانم یا نه. این بستگی به عادت هر یک زنی به صورت جداگانه داره. اگر این خانومی که در واقع سوال رو مطرح کردن، اگر قبلا یک عادت مشخصی رو داشتن و این دفعه بیشتر از اون عادتی که در واقع داشتند خون رو مشاهده کردن، حکمش این است که اون خونی که اضافه هست اون در واقع جزء عادت ماهیانه شمرده نمی شود و به صورت استحاضه هست. البته بازم در این زمینه باید دقت بکنند که علائم خونی که در اون ایام عادت ماهیانه مشاهده می کند و خونی که اضافه بر عادت ماهیانه، عادت مشخص هر خانمی هست، این با هم دیگر باید متفاوت باشد. اگر دقیقاً همان صفات و ویژگی های خون عادت ماهیانه رو دارد، از نظر رنگش، از نظر بویش و از نظر خاصیتش دقیقاً همان خاصیت و ویژگی های خون عادت ماهیانه رو دارد، در این زمینه، در این صورت عادت ماهیانه شمرده می شود و خود عادت ماهیانه هم حد اکثری رو ندارد و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 10 روز رو تعیین کردند و در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه 15 روز رو تعیین کردند و عملا ثابت شده که برخی از خانم ها احتمال دارد که عادت ماهیانه شون یعنی به صورت یک عادت همیشگی 15 روز هم باشد. برای کسانی که بیشتر از 10 روز هست یا نزدیک به 15 روز هست، تمام این ایام جز عادت ماهیانه شون شمرده می شود. اما اگر کسی عادت ماهیانش فرض کنیم 1 هفته بوده، این سری بیشتر از 1 هفته شده و خودش می تواند تشخیص بدهد که این دو تا خون با هم دیگر متفاوت هستند، این استحاضه شمرده می شود و در این ایام باید غسل بکند و نماز هم بخواند. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است و اولین بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، سلامت باشین، در خدمت شما هستم. سلام استاد خودت، شما هم خسته نباشید. میخواستم حکم شوخی که در آن دروغ باشد چیست؟ آیا حدیث صحیح در مورد وجود دارد؟ سوال دیگه هم دارین؟ بله، یه سوال دیگه هم داشتم. آیا این شرط داره که وقتی شخصی مصیبت زده یا کسی که در حال گناه کردن است رو ببینی در ذهن این کار بکنید مثلا به لذت یافانی من مبتلا شدنی؟ بخشین صدا یکی مشکل پیدا کرد، دوباره تکرار کنین. آیا این شرط داره که وقتی شخصی مصیبت زده و یا کسی که در حال گناه کردن است رو ببینی، بله، در دید این سوال بخونیم الحمدلله الذی عافانی من مبتلا به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. درست. میگن بیرون مصیبت یا گناه بتا نمیشیم و این دعا رو بعد در دل باعث ناراحتی سخت نشود. آیا این شرط داره؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ ممنون، جزاکم الله خیرا. سلامت باشین که با حوصله سوالا رو جواب میدین. ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستم. من جلیل هستم، از گلستان تماس میگیرم. آقا جلیل از استان گلستان، در خدمت شما هستم. بله. سوالی داشتم از بفرمایید. صدای شما وصله و سوال شهریتون لطفا. بله. آیا توهین به اشخاص هم غیبت حساب میشه؟ مثل اینکه آقای انصاری از علما بد میگن. تشکر میکنم از شما. اینجا جای فضول ها نیست. بنده بعدی رو بس کنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ و لطف کنید از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. بفرمایید بیننده گرامی. صدای شما وصله برادر گرامی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. الو، یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. با همین همسایه که به نماز است، همون در رفت آمد شدن در کره یا که هم در تعام دادن درست است؟ میگن نمیشود در کار نیست. سوال دیگه هم هست؟ دو یک سوال دیگه داشتم. زن موی سرش رو کسفت ندید نکند، این درست است؟ این سوال جواب کردن. زن موی سرش رو؟ کرسکه میکنه کش نه باید کنه. چه کار میکنن؟ کرسکه میکنه، سخت میکنه، یعنی درد میکنه، نه میکنه. کوتاه میکند. ها. درست. سوال دیگه هم هست؟ نه. تشکر میکنم. انشالله پاسخ دریافت میکنیم. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. و سلام دیگر بر جناب محمد جناب عبدالقدوس دهقان. در خدمت شما هستیم. علیکم السلام و رحمت الله. و یک سوال داشتم. من هستم، آیا حق دارم از پروردگار شفا طلب کنم یا صبر کنم؟ و سوال دومم این که بعد شام در جای ما عادت است 2 رکعت نماز تحفه رسول میخونن، آیا این حقیقت دارد؟ از نظر سوال دوم دوباره تکرار کنید. نماز تحفه رسول. نماز تحفه رسول، بله. بله، از نظر امام ابو حنیفه طبق مذهب امام حنیفه جواب دهن خوب نشود. درست. سوال دیگه هم هست؟ بعد یک خواهش ازتون داشتم که میخواستم بعد وقتی از میان برنامه من با شما تماس گیرم اگر اجازه باشه. انشالله بعد از پایان برنامه تماس بگیرین، چون شاید وقت میانه وقت کم باشه و نتونیم صحبت بکنیم. با همین شماره؟ بله انشالله. خوب، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. این استاد انصاری چرا عقب پشت؟ تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما وصله. ظاهرا ماه رمضان تموم شده و دست و پای شیطان هم باز شده دیگه. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما از مهاجرین افغانی از ایران زنگ میزنم از کرج. بفرمایید. من پیشکش دختر ببینم حلال یا حرام؟ چه چیزی؟ پیشکش دختر، همین چیزی که مثلا پیشکش دختر میگیرم حلال یا حرام؟ سوال دیگه هم دارین؟ یک سوالی هم که همین شیر آدم که همین خانم شیر میدیشه و میرزن پیش سگ، این گناه داره یا نداره؟ متوجه شدین سوال دوم؟ پیشکش دختر منظورتون شیربها هست؟ آره دیگه. بله. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین. درست سلامت نکنه باشین. خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. عبیدالله هستم از افغانستان. یک سوال داشتم. بفرمایید عبیدالله. ببخشید مولانا صاحب، یک دوستم نامش نظر خداست. من امروز شوخی دارم، دیروز برش گفتم که نظر خدای یک دشنام برش دادم. یعنی منظور مو بود، منظور مو که نامش نظر خداست. اینجا باز برای من یک وسوسه پیدا شد که نام از اون نام خداوند متعال در قسمتش آمده، گفتم میتونم مشکل نداره. سلامت باش. تماس بعدی بیننده رو بس کنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. ما راننده ماشین سنگین هستیم. این فضای
هر دو بخشید ماه دوباره سوال پرسین، می‌ریم. صداتون پایینه. جان دوباره بپرسین. میگم من راننده ماشین میگینم تو جاده بیرم. درست. نمازهای فرض ما صورت شکسته باید باشه یا کامل. ما مسافر حساب میشیم یا نه شغل ما. درست. همین رو بیزارم. تشکر میکنم از شما. انشاءالله پاسخ دریافت میکنین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مرحبا، الله بخیر شما همچنان مولای شما محترم میکنم. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. بفرمایید. بفرمایید سوال شهریتون. جناب استاد محترم مخصوص درباره نماز قضایی. نماز تا چند روز بود نماز قضایی. نمازهای قضایی. چند روز میتوان نماز خدا برقرارم قضایی را. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر استاد. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید من یه خانمی هستم، الان چند ساله ازدواج کردم. بعد شوهرم همیشه معتاد بود، اصلا هم به زندگی معنیت نمیداد، از نظر محبتی از همه اصلا هیچ اهمیت بهم نمیداد. بله. بعد تا اینکه کم کم رفته به برادر شوهرم وابسته شدم. اینطور بود که دیگه واقعا نمیتونستم بدون اصلا دیگه شوهرم میذاشت یه سالم خونم ترک میکرد میرفت. بعد دیگه هیچی، کم کم به برادر شوهرم وابسته شدم. دیگه چند سال با هم ارتباط داشتیم، همه جورم دیگه با هم ارتباط داشتیم، ارتباط نامشی و گناه همه جور. بعد الان شوهر من میذاره میره ها، الان دوباره یه سالی که رفته نیستش. ما تصمیم گرفتیم که طلاق بگیرم با هم ازدواج کنیم. میخواستم ببینم میتونم طلاق بگیرم با برادر شوهرم ازدواج کنم، توبه کنیم با هم ازدواج کنیم. ازدواج نکاحمون مثلا باطل نیست. درست. ممنون. خدا در مورد خودکار زیادی فکر کنم داریم، بیاریم خوبه. اون خودکار نیست؟ تا میتونه بریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم آقای عباسی. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ شیعه که به اصطلاح عقیده دارن که یک شخص به نام مجبور داخل زمان میره میشه معلومه مثل توجیه اتحاد داره یا چی بودن هستن؟ شیعه چی کار میکنن؟ مولی فهمیدین؟ شیعه؟ میگن که یک شخص به نام مجبور میره داخل زمان و اصطلاحی دور میکنه و دور مزدستانه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ دیگه دولت نیشگی مثال خانم خود بخشین صداتون داره قطع میشه، یعنی صدا پایین بالا میشه، من متوجه نمیشم. سوال دومتون دوباره بگین. در حالت نشئگی دولت نیشگی کسی طلاق بده خانم خود. سوال دیگه هم هست؟ چی حکم بود؟ تشکر آقای باز. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام، خسته نباشید. جناب مولانا اگر یک سوالی داشتم. بفرمایید سوالتون. بله. اگر یک رافضی برگردد موحد بشه و بعداً باز هم برگرده رافضی بشه، این حکم ارتداد داره یا نه؟ یکی اینجا بود که منطقه ما با اون بحث کردیم و باطل بودن دین ها رو بهشون دادیم، بالاخره برگشتیم موحد شد، ولی اخیراً بعد از دیدن فحاشی‌های آقای انصاری برگشت. تشکر میکنم شما. اینجا جای شیطان صفت ها نیست. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
بیننده گرامی صدای شما وصله، بفرمایید. من از دوشنبه زنگ میزنم. یک سوال داشتم به خاطر همه زندگی من در بود راستیگه ما چندم زن میشه در تاجیکستان ده خیلی بعد من فرزند کردم سه فرزند من با تندش چی بگم زنی یکمی شوهرم مقصدم خیلی دادم نمیدونستم که نظر چیه خیلی راستیگه نمیدونستم ای عشق محبت شوهر ما که مقصد قطعی زندگی نه شما مرا نگاه نمیکرد که نگاه کنه ای خونه پدر مادرم بیارم نگاه بینم کنه مقصد سیون فرزند پسر بود اما زنی یکمی شوهر ما دادم بعد چند خود اسلام از خوشرو فهمیدم با خاطر خداوند نظر کردم که خدایا بله دارن تماسشون قطع شد، دوباره تماس بگیرن بیننده گرامی و سوالشون بپرسن. بیننده بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. دامولای محترم یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. من از خواب خستم میخواستم نمازی پیشین را خوانم. بله. نماز ظهر را و وقتی که نماز ظهر را خیر خواندم و من یاد کردم به نماز عصر. وقتی که نماز عصر شد به فکرم زد که من نماز پیشین عصر به نیت کردم. این چی میشد؟ یعنی نماز عصر رو به جای نماز پیشین نیت کردین، در نیت یعنی؟ بله نماز پیشین به جای نماز پیشین نماز عصر نیت کردم. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگه. الله خیرم. سلامت باشین. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. اول می‌خواستم تشکر کنم از خدمت شما و اساتید محترم سلامت محمد انصاری و می‌خواستم واقعا خواهش کنم شجاعت شما را در عملیات سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، صدای شما وصله. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. دو تا سوال داشتم از محضر مبارک. سوال اولتون آیا رنگ سیاه برای ریش یا برای سر جایز هست یا نه؟ چون یک کتابی به نام تحفه برای خواهران نوشته بود که حرام است. بعد مفهوم هست اینجا سوال بعدی؟ بله، سوال بعدی این که نماز صلات التسبیح جایز هست یا نه؟ نماز صلات التسبیح. سوال دیگه هم دارین؟ سلامت باشین، دست شما درد نکنه. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. بفرمایید. یک سوالی دقیقاً. الو. بفرمایید. سوال شهریتون؟ سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی من سوال هستم خدمت. بله؟ بفرمایید. از طریق گوشی تلفن ادامه بدین. خدمت شما عرض کنم من یه سوال دارم. سوال اولتون؟ سوال اول این است که از ناحیه هر دو پا فلج شدم. بعد نمیتونم برم برای دست نماز چجوری وضو بگیرم؟ سوال دوم این است آیا زنا حق الله یا حق الناس؟ سوال دیگه هم دارین؟ بخیر، خیلی ممنون، تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام. استاد محترم سوال داشتم. بفرمایید. و
یک دو تا سوال داشتم. سوال اولی همی که با تبلیغ جماعت یک جماعت است، ولی تبلیغ جماعت بعضی موقع میای اونجا در مسجد دیگه اونها قانونایی دارن که مثلا درست واضحه این جماعت تبلیغ دیگه روز برین مثلا 4 روز برین اینطوری یک بله میگن اینا درست است. یعنی دوم این که در افغانستان یک کتاب هست به نام بعد از قرآن کریم درس میتونم در بعضی از مساجد به نام 4 کتاب. 4 کتاب میخواستم از باره از این در معلومات بود. تشکر میکنم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما. سلامت باشین بفرمایید. من سوال شرعی داشتم. یکی اینکه می‌خواستم بدونم که کسی که نمیتونه روزه بگیره و چشتیه باید چیکار بکنه. دوم این نماز تراویح رو باید چگونه بخونیم. و سوم این که کسی که قسم می‌خوره به محمد صلی الله علیه و سلم که توسل می‌کنه به محمد صلی الله علیه و سلم این حکمش جایز است یا نه؟ قسم به رسول الله می‌خوره؟ توسل به جای محمد صلی الله علیه و سلم. توسل به جای رسول الله صلی الله علیه و سلم. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده بس کنید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. سلامت میکنم. ظاهرا تماسش مشکل داشت. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. بله سوالی داشتم که دوست داشتم شما بالاخره دارن تمام مشکل داره. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. Алло, добрый день. بفرمایید سوالتون. Вы русский понимаете? سوال شرعی دارید؟ در خدمتتون هستیم. Я таблицу не понимаю. یکی؟ بخشید صداتون قطع وصل میشه من متوجه نمیشم. اگر تماس دیگه هست وصل کنید و اگر نیستم دیگه بریم این برنامه. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. خسته نباشید استاد. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. ببخشید اگه کسی رابطه ظاهرا تماس مشکل داره. بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت. در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر بسؤالك يا أهل الذكر عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که حکم شوخی که در آن دروغ باشد چیست و آیا در این زمینه حدیثی وجود دارد یا نه؟ در مورد دروغ گفتن که همه میدونن یکی از گناهان کبیره هست
رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن دروغ را در واقع یکی از علامات منافقین ذکر کرده که و اذا حدث کذب، منافقان زمانی که سخن بگویند یا هرگاه بخواهند سخن بگویند دروغ میگویند. یکی از صفات و علامت های منافقین هست. دروغ گفتن در شریعت اسلامی حتی ولو اینکه به صورت شوخی باشد از نظر شرعی جایز نیست. انسان مسلمان باید حتما از دروغ گفتن و حرفایی که واقعیت نداره ولو اینکه به خاطر شوخی باشد ولو اینکه به خاطر خنداندن و سرگرم کردن دوستان باشد باید از این دروغ گفتن باید پرهیز بکند. در این زمینه روایت زیبایی هست در سنن ابو داود از حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا زعیم ببیت فی ربض الجنه لمن ترک المراء و ان کان محقا. من ضامن خانه‌ای هستم در وسط بهشت برای کسی که مجادله رو، مرا یعنی به معنی مجادله رو به تعبیر عامیانه سر به سر گذاشتن یا دهن به دهن شدن با کسی رو، این رو ترک بکند گرچه حق باشد. گرچه حق با شما هست اما از مجادله شما پرهیز بکنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که من ضامن یک خانه‌ای هستم برای شما در وسط بهشت. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و ببیت فی ربض الجنه لمن ترک الكذب ولو مازحا. و من ضامن خانه‌ای هستم برای در وسط بهشت برای کسانی که دروغ را ترک میکنند، دروغ نمیگویند ولو اینکه شوخی باشد. حتی به خاطر شوخی کردن هم در واقع دروغ نمیگویند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من ضامن این هستم که در روز قیامت الله متعال در بهشت در وسط بهشت به اینا خانه ای رو در واقع بدهد. پس بنابراین انسان مسلمان باید این فضیلت رو دریافت بکند و مواظب باشد به هیچ عنوان، نه به عنوان شوخی نه به عنوان جدی، حرف خلاف واقع و دروغی از اون در واقع سر نزند. جزاکم الله خیر. و این روایت هم روایت صحیح هست در سنن ابو داود هست. درست. جزاکم الله خیر. آیا این صحت دارد که وقتی که یک شخص مصیبت زده را ببینیم یا کسی که در حال گناه هست را ببینیم بگوییم الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک و فضلنا علی کثیر من الخلق تفضیلا؟ در این هیچ گونه شکی وجود نداره که انسان مسلمان همیشه باید از الله متعال عافیت بطلبد. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه عافیت میطلبیدند از الله متعال و انسان مسلمان باید هم بر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم دنبال عافیت باشد. یعنی همیشه از الله متعال نعمت و عافیت الله متعال را طلب بکند و اگر دچار مصیبتی شد بعد از اینکه مصیبت به اون رسید صبر بکند. و هیچ انسان مسلمانی ولو اینکه در حد بالای از ایمان باشد از نظر شرعی اجازه ندارد که آرزو کند که الله متعال به اون مصیبتی بدهد یا صحت و سلامتی اون رو بگیرد، زندگانی اون رو الله متعال بگیرد، چون این آرزوی از نظر شرعی جایز نیست. بلکه انسان مسلمان باید برعکسش دعای عافیت بکند. پروردگار ما را از بلاهای جسمانی، روحانی و دینی عافیت بدهد و اگر بلایی بر سر انسان اومد در مقابل بلا در واقع صبر بکند. و در این زمینه که آیا وقتی که انسان یک فردی رو ببیند که به تعبیر روایت مبتلا هست، یعنی کسی که دچار یک در واقع مصیبتی هست از جانب الله متعال، انسان باید شکر نعمت الله متعال را بکند که الحمدلله که الله متعال ما رو از این نعمت برخوردار کرده که صحیح و سلامت هستم و ما رو به این مصیبت در واقع گرفتار نکرده. و در این زمینه روایتی هست از حضرت عمر و حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در سنن ترمذی اومده و همچنین در سنن ابن ماجه اومده، همین روایتی که خواهرمون اشاره کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که یک مبتلایی را ببیند، هر مردی که یک مبتلایی را ببیند که به معصیتی به یک مصیبتی دچار هست، یک بلایی را الله متعال بر سر اون آمده، وقتی که چنین فردی را ببیند و این دعا را بکند الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به و فضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، سپاس اللهی که مرا عافیت داده از اون چیزی که تو رو به آن آزموده و مبتلا کرده و مرا بر بسیاری از بندگانش برتری داده. این دعا را بخواند. در این روایت اومده که بعد از این که این دعا را بخواند در واقع الله متعال اون رو به اون مصیبت در واقع گرفتار نمی کند.
منتها این روایت از نظر سندی، گرچه اینو امام ترمذی رحمت الله علیه وقتی که این روایت رو آوردن گفتن روایت حسنی هست، روایت رو به عنوان یک روایت حسن، یعنی در بین روایت صحیح و روایت ضعیف هست. منتها برخی از علما حتی روایتی رو که در سنن ترمذی هست این روایت رو ضعیف دونستن، مانند شیخ عدوی حفظه الله این روایت رو جز روایات ضعیف شمرده. و بالفرض این که اگر کسی رو بنابر قول امام ترمذی رحمت الله علیه اینو صحیح بداند، معنیش این نیست که انسان باید در روبرو با اون شخص مثلا به عنوان اظهار یک نوع شماتت و دشمنی الحمدلله که الله متعال تو رو مبتلا کرده و من رو در واقع سالم کرد، این کار مناسبی نیست که رو در رو با یک فردی ما بیایم اون رو در واقع طوری این حرف رو بزنیم که اون در واقع متوجه بشود و دلگیر بشود. این اگر که کسی هم بخواند به عنوان یک دعایی هست که صرفا انسان در قلب خودش میخواند و سپاس میکند الله متعال رو به خاطر نعمتی که الله متعال به اون داده و از این که الله متعال یک برادر مسلمانی رو دچار رنجی کرده، درد و مصیبتی رو به اون داده. انسان باید همیشه برای مصیبت دیدگان دعا بکند و دلداری بدهد و تعزیت بگوید کسانی رو که الله متعال اونها رو به مصیبتی گرفتار کرده و در کنار این باید یعنی خوشحال باشد از این که الله متعال این نعمت رو و سلامتی رو به اون داده و سعی بکند که این نعمت ها و سلامتی رو که الله متعال به اون داده این نعمت ها را شکرگزاری بکند. اما عرض کردم که این روایت بنابر نظر برخی از علما روایت ضعیفی هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که همسایه داره است که بی‌نماز است و نماز نمیخواند، آیا رفت آمد با چنین همسایه‌ای و دادن طعام به آن درسته یا نه؟ انسان اگر واقعا یعنی بخواد که شریعت اسلامی رو مراعات بکند، شما اگر یعنی همسایه‌تون به گونه‌ای هست که اگر شما با اون رفت و آمد بکنید از شما متاثر می شود، چه بسا که شما می روید برای دعوت کردنش، شما اگر یک غذایی رو خونش می فرستید به عنوان یک نوع دعوت هست، احتمال داره که به خاطر عمل شما اون به راه راست بر بگرده و نمازگزار بشه، هیچ گونه اشکالی نداره، بلکه شما در این زمینه ثواب خاصی رو هم دارید به خاطر هدایت و دعوتی که در واقع انجام دادید. اما اگر برعکس هست، یعنی این که اگر شما رفت آمد بکنید امکان داره خود شما متاثر بشوید وقتی که خونه اون می روید، چه بسا که نماز شما هم قضا بشود یا اینکه فرزندان شما با اون رفت آمد بکنند از اون خانواده متاثر بشوند، بیدین بشوند، نماز رو در واقع ترک بکنند، در این صورت برای شما جایز نیست که با چنین کسانی رفت و آمد بکنید. و وقتی که رفت و آمدتون هم قطع بکنید این اعلام بکنید چون که شما اهل نماز نیستید، اهل اطاعت نیستید، من میترسم که خودم متاثر بشم، فرزندان من از این بی‌نمازی که در خونه شما هست متاثر بشن، بین خاطر نمیان، تا این یک نوع دعوتی باشه یا یک نوع در واقع حجر شرعی باشه برای کسانی که پیرو دستورات شرعی نیستند. جزاکم الله خیر. آیا زن اجازه دارد موی سرش را کوتاه کنند؟ بله، در مورد این که زن میتواند که موهای سرش را کوتاه بکند هیچ گونه ممنوعیتی در روایات نیامده. یعنی هیچ حدیثی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل نشده که زنان را منع بکند از این که موی سرشان را کوتاه بکنند. جایز هست به عنوان یک امر اصلی و مباح و جایز هست برای زنان که برای زینت خودشون و آرایش خودشون میتوانند که موی سر خودشان را کوتاه بکنند، چه برای آرایش و زینت باشه و چه برای آسایش و راحتی باشه. چه بسا که مو اگر بسیار بلند باشه حتی مرتب کردنش و شانه کردنش و حفاظت از آن برای زن شاید مایه رنج و سختی باشه، جایز هست. و حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که برعکس بوده، یعنی شاید امروزه هم در برخی از جوامع این گونه باشد که موی بلند نشانه آرایش بوده، یعنی یک نوع آرایش اینو حساب می‌کردن. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم برخی از همسران رسول الله صلی الله علیه وسلم موی سرشان را کوتاه می‌کردند، یعنی این که نیازی به آرایش در واقع نداشتند، به خاطر اینکه نیازی به آرایش نداشتند موی سر را کوتاه می‌کردند. اگر واقعا کوتاه کردن موی سر یک امر حرامی بود به هیچ عنوان این کار را انجام نمی‌دادند. اگر کوتاه کردن موی زن به عنوان یک نوع آرایش هست یا به خاطر سبک بودن و راحت تر شدن برای شانه کردن و حفاظت مو هست، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. منتها در این زمینه
دو تا ضابطه و دو تا اصل وجود داره. یکی این که زن از نظر شرعی اجازه ندارد که خود را شبیه به مردان بگرداند. رسول الله صلی الله علیه وسلم زنان مردنما را و مردهای زننما را اینها را نفرین فرمودند، یعنی زنانی که خود را به شکل مرد در می آورند یا مردانی که خود را به شکل زنان در می آورند، اینها در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم مورد لعن و نفرین قرار گرفتند. پس بنابراین تشابه با مردان، یعنی کوتاه کردن مو به مدل مردان، از نظر شرعی جایز نیست برای زنان و همچنین به خاطر اتباع و پیروی از یک مد خاصی که شعار کافران باشه باز هم جایز نیست. بالفرض یک زن کافری هست که یک مدل خاصی رو داره، معروف است که این مدل فلان خانم کافر هست، برای زن مسلمان جایز نیست که از یک مدلی که شعار و علامت زنهای کافر هست از اون مدل استفاده بکنن و خودشون رو به اون مدل کوتاه بکنن. در غیر این صورت، در صورتی که تشابهی با مردان نباشد، در صورتی که مشابهت با شعار کافران نباشد. معنی حدیث این نیست که اگر زنان کافر موهای سرشون رو کوتاه کردن شما کوتاه نکنید، بلکه به عنوان یک شعار باشه، یک مدل خاصی باشه که شعار زنان کافر هست، اون مدل خاص رو زنان مسلمان نمیتوانند که در واقع انجام بدن. اما در غیر این صورت برای آرایش بدون اینکه مشابه با مردان باشه یا مشابه با مدل زنان کافر باشه، در این صورت کوتاه کردن موی سر برای زن جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که بچه دار نمیشون و تا الان بچه دار نشدن، گفتن که آیا همچنان صبر بکنم یا طلب شفا به دنبال طلب شفا باشم؟ قطعا رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب شفا میکردن در وقتی که بیمار میشدن. دعاهایی در این زمینه وجود دارد، همون گونه که در واقع بیماری جز تقدیر الله متعال هست، شفا هم جز تقدیر الله متعال هست. یعنی ما باید این دو تا تقدیر رو کنار هم بگذاریم. اگر بیماری هست تقدیر الله متعال هست، الله متعال استفاده از دوا و درمان رو برای ما حلال قرار داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال هر درد و بلایی رو که نازل میکند یک درمان و شفایی رو هم الله متعال برای اون قرار داده و ایشون فرمودند که شما طلب شفا بکنید، چه با رفتن پیش پزشک هست یا اینکه مستقیما از الله متعال در دعاهای خودتون هم بخواهید که الله متعال شما را شفا بدهد، عافیت بدهد. اون موردی رو که به صلاح خودتون میدونید در زندگی دنیا از الله متعال طلب بکنید. هیچ تضادی با ایمان ندارد و هیچ گونه گناه و کراهتی رو هم ندارد. جایز هست که هم شما دعا بکنید و هم این که اسباب و ابزاری رو که در این زمینه هستند و معالجه بکنید خودتون را، از نظر شرعی اشکال نداره و 100% جایز هست. بلکه انسان مسلمان باید در واقع شفای خودش و معالجه خودش هم باید باشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که المؤمن القوی احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمنی که قوی هست، تنومند هست و احکام شرعی رو با قدرت بیشتری انجام میدهد و سالمتر هست، این نزد الله متعال از اون مؤمنی که ضعیف و ناتوان هست، این نزد الله متعال محبوب تر هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد نمازی است به نام نماز تحفه رسول الله. گفتن از نظر فقه امام ابو حنیفه جواب بدین که چه حکمی داره؟ بله، ما در فقه احناف نمازی به عنوان نماز تحفه رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم. بنده که فقه حنفی رو خوندم، تدریس کردم، در هیچ جایی نمازی رو به عنوان نمازی که تحفه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه چون این چیزی رو در کتاب‌های اصلی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنده سراغ ندارم و این عمل اساساً مخالف با اصولی هست که در شریعت اسلامی مقرر هست. در شریعت اسلامی یکی از اصول این هست که هر کسی که یک انسانی رو راهنمایی بکند، یک انسانی رو دعوت بدهد، با حرف شما و با دعوت شما یک فردی اومد و هدایت شد، همون ثوابی رو که اون فرد هدایت شده در واقع میبرد شما هم میبرید. یعنی یک فردی رو شما به نماز دعوت دادید، همون ثوابی را که اون فرد با نماز خوندن میبرد شما که سبب نماز خواندن اون شدید، شما که راهنماییش کردید، شما که نماز رو به اون آزمایش دادید، آموزش دادید، به همان اندازه به شما هم ثواب میرسد بدون اینکه از ثواب شما در واقع کاسته بشود. در این زمینه روایت متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و رسول الله صلی الله علیه و سلم منبع خیر هستند برای ما. تمام شریعت را و تمام احکام شرعی
شرعی رو که ما میدانیم و بر آن عمل میکنیم، حتی نمازی رو که ما میخونیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که صلوا کما رأیتمونی اصلی، مانند من نماز بخوانید. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه و سلم این نماز رو به ما آموزش دادند. هر نمازی رو که ما بخوانیم بدون این که ما نیت بکنیم، بدون این که ما ایصال ثواب بکنیم یا به نیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز بخوانیم، به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب میرسد، ثواب قطعا به ایشان میرسد. نیازی به این نیست که من و شما بگیم که به رسول الله صلی الله علیه و سلم ثواب برسد، زیرا که ایشان دال بر این خیر بودند و مایه این هدایت بودند. پس بنابراین ثواب به رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا میرسد بدون اینکه از ثواب شما چیزی کاسته بشود. این که شما بگید پروردگار ثواب این نماز ما رو به رسول الله برسان، یعنی این که من نیازی به این ثواب ندارم، این ثواب رو بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم. شما ناگفته بدون اینکه این حرف رو بزنید به رسول الله صلی الله علیه و سلم اندازه شما ثواب میرسد بدون این که از ثواب شما چیزی کاسته بشود. پس بنابراین این عمل که در واقع خواندن نماز به نیت رسول الله یا نماز تحفه رسول الله یک عمل باطل و بی حاصلی هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پیشکش یا همون شیربه ها که در هنگام عقد دختر گرفته می شود آیا حلال یا حرام؟ اون چیزی که در شریعت اسلامی در این زمینه مشخص شده یک مهریه‌ای هست که حق زنان هست در آیات قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حق مسلم دختر هست و پدر و مادر در این هیچ گونه حقی رو ندارند. یعنی مهریه‌ای که به دختر داده می شود حق اختصاصی و فقط مال خود دختر هست و هر کاری رو که دختر بخواهد می تواند که در این مهریه خودش دخل و تصرف بکند، خودش بر بدارد یا اینکه به شوهرش ببخشد یا اینکه به پدر و مادرش ببخشد. هر کاری رو که بکند این حق خودش هست و هیچ کسی دیگر نمی تواند که در این زمینه دخالت بکند. و برای دختر یا برای پدر و مادر دختر هیچ گونه حقی غیر از مهریه وجود ندارد. اگر یک آقا دامادی خواست که یک نوع هدیه بدهد به پدر و مادر در واقع دختر به خسر خودش، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. اما این که پدر و مادر دختر یک حقی را اضافه از حق مهریه برای خودشون بگیرند و اگر که شوهر حاضر نباشد که حقی را این پیشکش را یا شیربه ها رو به پدر و مادر بدهد، اونا دختر هم نمیدهند، این یک کار خلاف شرعی هست، ظلم هست در برابر حق این پسر و این دختر رو در واقع اینها دارند خلاف شرع میکنند و حق اینها را ضایع میکنند و چون این چیزی و پدر و مادر چون این حقی رو در واقع ندارند. اما اگر داماد خودش به خاطر با رضایت خودش هدیه ای را داد، در اون صورت اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن در منطقهشون رسم است که شیر آدم به سگ میدن، این کار چه حکمی داره؟ فکر نکنم که به عنوان رسم باشه که یعنی شیر آدم را به سگ بدن. شاید یک کسی سگی رو در خانه داشته باشد اتفاقا چون این کاری رو انجام بدهد. از نظر شرعی الله متعال به انسان یک نوع کرامتی رو داده. تمام اجزای آدم یک انسان در واقع یک نوع کرامتی رو دارد. انسان باید حرمت انسانیت رو حفظ بکند و چون این کاری از نظر شرعی هم یک کار هست که برخلاف اصول شرعی هست و انسان می تواند که به سگ و گربه و که حیوانات دیگری که هستند در واقع احترام بگذارد یا اونها رو کمک بکند. در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که هر موجودی که کبد زندگی رو دارد و در واقع جزء حیوانات و موجودات زنده است، اگر شما بهش احسان بکنید این به عنوان اعمال خیر شما در واقع شمرده می شود. حتی در روایتی هست که الله متعال یک زنی را صرفاً به خاطر این که یک گربه رو زندانی کرده بود، الله متعال اون زن رو به آتش جهنم انداخت. یک گربه رو زندانی کرده بود، در حد مرگ اون رو نگه داشت، نه آزاد میگذاشت که خودش برود تغذیه بکند و نه اینکه خودش و این زن به اون غذایی رو هم نمیداد تا اینکه گربه مرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال به خاطر همین گربه این زن رو به جهنم انداخت. در مقابلش الله متعال یک زن فاحشه رو به خاطر این که به یک سگی تشنیع آب داده بود، الله متعال تمام گناهانش رو بخشید، اون رو وارد بهشت کرد. حتی احترام گذاشتن یا در واقع احسان به حیوانات از نظر شرعی جایگاه خاص خود و ثواب خاص خودش را دارد. اما این که یک زنی بخواد از شیر خودش به سگ بدهد، این یک کاری هست که با اصول شرعی و با کرامت بشری در تضاد هست. جزاکم الله خیر. آقا عبیدالله گفتن که دوستی دارن به نام نظر خدا. گفتن که وقتی که بهشون دشنام میدن بعد دچار شک میشن که آیا اسم نظر خدا روش هست و بهش دشنام میده یا گناهی داره یا نه؟
از نظر شرعی خود دشنام دادن در واقع یک کار حرام هست و جزء گناهان هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم از این ما را منع کردند. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم سباب نبودند، یعنی به هیچ عنوان دشنام نمیدادند و ما هم که پیرو رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم باید که از دشنام و ناسزا گفتن به دیگران در واقع پرهیز بکنیم و سعی بکنیم که این الفاظی رو که متاسفانه در برخی از جوامع بنابر عادات قومی یا زمان جاهلیتی وجود داره که تکیه کلام بسیاری از مردم فحش و ناسزا هست به هم دیگر و در این زمینه مراعات نمی کنند، سعی بکنیم انشالله که آداب شرعی رو و اخلاق اسلامی رو انشالله در زندگی خودمون پیاده بکنیم و از الفاظی که زننده هست و فحش و دشنام به هم دیگر هست انشالله که اجتناب بکنیم و این مایه در واقع ایجاد الفت و مهربانی و محبت در میان جامعه اسلامی خواهد شد. اما اگر کسی یک فردی رو دشنام داد، خود دشنام دادن عرض کردم که کار خلاف شرع و گناهی است، اما اگر یک فردی رو که فرض کنیم نامش نظر الله اونگونه که ایشون گفتن یا نظر الله بوده مثلا و میخواد اون فرد رو دشنام بدهد، نامش رو گرفته مثلا میگه که نظر الله چون اینو چنان هست یا چون اینو چنان باد، این در واقع منظورش همون شخص مشخص است. این به الله دشنام نداده، به الله دشنام نداده، به اون فرد دشنام داده، زیرا که دشنام دادن به الله متعال کفر هست و این الله متعال رو دشنام نداده بلکه بنده الله را که نامش نظر الله هست یا نظر خدا هست اینو در واقع دشنام داده. اون گناه دشنام دادن به جای خودش هست، اما این دشنام به عنوان دشنام به الله متعال که کفر باشه این محسوب نمی شود. در هر صورت عرض کردم که انسان باید سعی بکند که الفاظی رو که به عنوان فحش و ناسزا هستند اینها رو از قاموس زندگی خودش و از زبان خودش انشاءالله پاک بکند. درست، جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که کارشون این است که همیشه تو جاده باشن و راننده ماشین سنگین هستن. گفتن حالا باید نماز رو همیشه شکسته بخونم یا کامل؟ بله، کسانی که چه راننده ماشین سنگین باشند یا ماشین سبک باشند و کارشون یعنی در جاده هست مسافر کشی میکنند یا باری رو انتقال میدن، اینها از نظر شرعی وقتی که به مسافت شرعی برسه یعنی حدود 80 کیلومتریشون مسافرت میکنند در هر روز، اینها جزء افرادی هستند که مسافر شمرده میشوند. شما مسافر هستید ولو اینکه کار شما باشه، شغل همه روزه شما باشه، شما از نظر شرعی مسافر هستید و همون رخصتی رو که برای یک مسافر که شاید در ماهی سال یک مرتبه مسافرت می رود و این رخصت شرعی رو دارد و این اجازه رو الله متعال داده، به همان اندازه شما می توانید از این رخصت استفاده بکنید و شما هم مسافر هستید و در سفر جایز هست که انسان نماز رو قصر و جمع بخواند، یعنی نماز 2 وقت را شما می توانید در 1 وقت بخوانید و نماز 4 رکعتی رو می توانید که 2 رکعت بخوانید. نماز ظهر و عشا و عصر را شما می توانید به جای 2 رکعت و این عزیمت هست که باید 2 رکعت بخوانید و همچنین می توانید که نماز را جمع بکنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم در سفر تبوک و در سفر مکه و فتح مکه نماز را جمع می کردند، یعنی نماز ظهر و عصر رو در 1 وقت و نماز مغرب و عشا رو در 1 وقت می خوندند و این برای مسافر جایز است ولو اینکه کارش سفر همیشگی باشه، راننده ماشین سنگین باشه که هر روز در سفر باشه، باز هم این اجازه را دارد از نظر شرعی که از این رخصت اجازه استفاده بکند و نماز را هم قصر و هم جمع بخواند. درست، جزاکم الله خیر. باز در مورد نماز بحث کردن، بیننده بعدی گفتن که نمازهای کسی که نمازهای قضایی داشته باشه تا چند روز اگر نماز قضایی داشته باشه میتونه نماز را دوباره بخونه؟ نماز قضایی 2 تا معنی و مفهوم داره. یکی این که کسی تارک نماز بوده، کسی تارک نماز است، فرض کنیم که قبلا پایبند نبوده و این گونه هست که بسیاری از بینندگان با مشاهده کردن و شنیدن برنامه‌های توحیدی که هست الحمدلله هدایت شدند، از این به بعد پایبند نماز میشوند. این یک حکم جداگانه رو داره تا کسی که نماز رو فراموش کرده. اگر کسی نماز رو فراموش کرده یا اینکه خواب افتاده، هر وقتی که یادش اومد، شما یادتون اومد که 1 سال قبل نمازی از شما فوت شده بوده، نماز نخوندید، یعنی فراموش کردید اون نماز را، امروز یادتون اومد اون نماز رو بخوانید. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من نام عن صلات او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. هر کسی که یک نمازی رو خواب افتاد، نماز رو نخوند، تأخیر شد یا اینکه نمازی رو فراموش کرد، به محض این که به یادش اومد و به محض
اینکه بیدار شد اون نماز رو باید قضایش را بیاورد. نمازی که شما فراموش کردید ولو اینکه مال چند سال گذشته باشه، تازه یاد شما اومد که فلان روز در فلان جا شما مشغول بودید و نماز رو فراموش کرده بودید، اون نماز رو قضایی بیارید. یا اینکه خواب افتاده بودید و به محض اینکه بیدار شدید اون نماز رو باید بخوانید. این یک حکم شرعی هست. نمازی که قضا شده از شما فراموش کردید، به محض این ولو اینکه بعد از چند سال بیاد شما بیاد، اون نماز رو باید شما بخوانید. اگر فراموش کردید بیادتون نیومد، الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. الله متعال انسان رو به خاطر یک گناهی که ناخواسته از اون سر زده یا به فراموشی از اون سر زده، الله متعال یا به خاطر اکراه و اجبار سر زده، الله متعال انسان رو مؤاخذه نمی کند. اگر بیادتون اومد اون نماز رو هر وقتی که بیادتون اومد بخوانید. اما قضیه دوم این است که یک انسانی تارک نماز بوده، به صورت کلی دیده و دانسته و عمدن نماز نمیخونده، در جوانی خودش در ابتدای جوانی نماز نمیخونده، الان توبه کرده، الان فرض کنیم چندین سال هست که نماز نخونده، از این به بعد میخواهد که پایبند نماز باشد. نظر بنده و بسیاری دیگر از علمای معاصرین نظرش این است که قضای نمازهای گذشته بر این لازم نیست، زیرا که از نظر یک قاعده شرعی این است که کسی که یک نماز یک عبادتی هست، یک وقت مشخصی رو دارد، کسی که دیده و دانسته و عمدن این عبادت رو از وقتش خارج بکند، اون به هیچ عنوان نمیتواند که اون نماز رو در واقع قضا بکند یا اینکه جایگزینی رو برایش مشخص بکند. جایگزینی که رسول الله مشخص کرده در این دو زمینه اومده که من نام عن صلات او نسیها، اگر خواب افتاد یا فراموش کرد بخواند. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم نفرمودند که اگر نمازی رو عمدن ترک کرده بود دوباره اون را بخواند. اگر در این زمینه روایت صحیح می اومد و نصی می اومد، خب ما می گفتیم که باید تمام نمازهای عمر خودش را بخواند. اما کسی که قبلا نماز نمیخونده، همین نماز 5 وقتش رو نمیخونده، الان پایبند شده، اگر این بتواند که پایبند بشود و همین نمازهای 5 گانش را بخواند، این خودش یک کمال هست برای خودش. شاهکار کرده که پایبند نماز شده و توبه کرده از گذشته. اگر ما بخوایم که نمازهای 20 سال گذشته رو هم روی دوشش بذاریم باید اینها رو بخونی، در واقع سوس می شود، چه بسا که دوباره به گذشتهش باز بگردن. اون یک گناهی بوده که شما تارک الصلات بودید، چون کسی که این کار رو انجام داده نماز نمیخوندید و با توبه کردن الله متعال گذشته شما رو معاف میکنه. یکی از در واقع خاصیت هایی که اسلام دارد و توبه دارد این است که اسلام و توبه ما قبل را گذشته رو کاملا پاک میکنند. کسی مسلمان نبوده امروز مسلمان میشود، الله متعال گذشتهش رو کاملا معاف میکند بنابر روایت حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و همچنین توبه، وقتی که انسان توبه میکند، اون کسی که توبه میکند مانند کسی است که اصلا گناهی رو انجام نداده. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که گناهی رو انجام داده و توبه کرده گویا که اصلا گناهی رو انجام نداده باشه. یعنی این که توبه کردن گذشته انسان رو کاملا پاک میکند و نیازی به قضا آوردن نمازهایی که در جوانی عمدن ترک شده لازم نیست. اما نمازهایی رو که فراموش کردید، هر چند کم از اون دیر شده باشه گذشته باشه، شما باید اون نمازها رو دوباره هر وقتی که یادتون اومد قضایشون رو بیاورید. درست، جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بازم تکرار میکنم بینندگان عزیزی که قصد تماس بگیرن سوالاشون رو کوتاه و آماده داشته باشن و بعد تماس بگیرن. بیننده بعدی گفتن که چند سال است که ازدواج کردن و شوهرشان به زندگی اهمیت نمیدهد و معتاد است و این حالت شوهرش که چندین مدت ها نیز از خانه دور می شود و به آنها سر نمیزند باعث شده است که با برادر شوهرش وابسته بشه و چند سالی است که با برادر شوهرش رابطه نامشروعی دارد. الان تصمیم گرفته است که طلاق بگیرد و با برادر شوهرش ازدواج کند. آیا این کار درست است یا نه؟ و بعد از توبه قطعا انشاءالله که الله متعال به این خواهرمون و تمام کسانی که الله متعال اونها رو مقدر کرده بوده که گناهی رو انجام بدن، انشاءالله الله متعال اونها رو توفیق توبه بدهد. و قطعا یعنی زنا یکی از گناهان کبیره هست و بسیار سنگین هست که الله متعال میفرماند ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، حتی نزدیک زنا نروید. این مقدمات زنا رو برای خودتون شما فراهم نکنید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، کسی که زنا میکند در اون لحظه‌ای که زنا میکند اون مؤمن در واقع
واقع نیست و در این زمینه وعید بسیار شدیدی از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از جانب الله متعال بیان شده و این که یک فردی مشکل خانوادگی داشته باشد، با شوهر خودش مشکل داشته باشد، این به هیچ عنوان توجیهگر در واقع فساد اخلاقی و این رفتن به سوی گناه در واقع نیست. برای کسی که در واقع از زندگی زناشویی خودش رضایت نداره، دلایلی وجود داره در زندگیش که نمیتواند اون زندگی رو در واقع ادامه بدهد یا بنابر دلایلی شوهرش نمیتواند ولو اینکه از نظر جنسی اون رو ارضا بکند، این یک از مواردی هست که زن میتواند که تقاضای طلاق بکند. به صورت کلی تقاضای طلاق کردن از نظر شرعی جایز نیست مگر در موارد استثنایی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایتی که ابو داود و ترمذی نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. هر زنی که بی مورد و بدون دلیل تقاضای طلاق بکند، هیچ گونه اشکالی نداره و هیچ مشکلی رو در زندگیش وجود نداره، اما باز هم بدون دلیل بیاد تقاضای طلاق بکند، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که چنین زنی بوی بهشت را در واقع به مشامش نمیرسد، زیرا که یکی از بزرگترین گناهان همین در واقع به هم زدن زندگی زناشویی هست. و منتها این به عنوان یک اصل و یک قاعده هست. استثناءاتی در این زمینه وجود دارد. مانند اینکه که فرض کنیم که شوهر توانایی اداره کردن زندگی رو نداشته باشه، به زن هیچ گونه نان و نفقه و مسکنی رو در واقع ندهد، در این صورت برای زن جایز هست که برود تقاضای طلاق بکند و هیچ گونه گناهی رو ندارد. اگر شوهر کرامت این زن رو زیر سوال برده، برش احترامی قائل نیست، همیشه مورد ضرب و شتم رو قرار میدهد، حقوق زناشویی رو مراعات نمی‌کند، زن میتواند که تقاضای طلاق بکند. اگر شوهر یک عیبی رو داشته باشد که به هیچ عنوان نمیتواند ولو اینکه از نظر جنسی مثلا جوابگو نیست، باز هم از نظر شرعی این زن میتواند که تقاضای طلاق بکند. این مواردی هست که استثنایی در این زمینه وارد شده و زن به هیچ عنوان برده نیست و اسیر نیست که مرده و مانده به قول عامیانه حتما با زندگی رو تحمل بکند. اگر نمیخواهد که با شوهر زندگی بکند یا شوهر مسئولیت پذیر نیست یا نمیتواند که حقوق زناشویی و حقوق زندگانی مشترک رو مراعات بکند یا برآورده بکند، در این صورت زن از نظر شرعی میتواند که تقاضای طلاق بکند. اگر شوهر راضی نباشد، حتی دادگاه در این زمینه ها دخالت میکند و طلاق را واقع میکند. ایشون که توبه کردند، انشالله الله متعال توبه گذشته از ایشون بپذیرد، توبهشون را و گذشتهشون را معاف بکند و سعی بکنند که دیگر با این فرد برادر شوهرشون ارتباطی رو نداشته باشند و زمینه فراهم نشود و اگر طلاق گرفتن و بعدا خواستند ازدواج بکنند اشکالی نداره، میتوانند ولو اینکه قبلا ارتباط نامشروعی با هم دیگر داشتند، در صورتی که طلاق بگیرد باز هم میتوانند با هم دیگر ازدواج بکنند و مانع شرعی وجود نداره. جزاکم الله خیر. تماسای بینندگانم وصله. اولین بیننده را بگیرین و فقط خواهش میکنم که سوالا کوتاه باشه و سوالا آماده باشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. زناشویی و حقوق سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بینندگان خواهش میکنم که وقتی تماسشون وصل میشه لطف کنن از طریق گوشی تلفن ما صحبتشون ادامه بدن و منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه، چون صدا دیر میاد. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. عرضم به خدمتتان از جناب مولانا خواهش داشتیم در موارد غسل که غسل چند نوع می باشد و چه چیزها باعث غل می شود، آیا غسل در چه حالتا واجب می شود، در چه حالتا نه، ایده برای غسل جنابت یعنی برای ما اگر توضیحات بدن متشکرم میشم. سلامت باشین، انشالله پاسخ دریافت میکنید. قربان. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. عبدالعزیز هستم از سویدن. بفرمایید عبدالعزیز. من نمیدونستم که پول باید بدم به خاطر زکات خود.
آیا که آل فهمیدیم پولی که سابقه را جاییست که مثل که نماز اگه آدم توبه کنه بخشیده میشه، از زکات قبلا نمیدونست که زکات داره نداره، آیا بخشیده میشه یا نمیشه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. نام محمد شما را از نروژ زحمت میتم. در خدمت شما هستیم. ببخشید امی از بانک های سعودی خودش اگر خانه داشته باشه و خانه را برای بفروشه و او را با قرض اقساط مختلف بخره از خود بانک، چون پول نیست، این جنس عین است، او آیا درست است یا غلط؟ السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. تشکر میکنیم. تماس بعدی بیننده باز کنید. سلام علیکم. بفرمایید. علیکم سلام. نام شهرزاد جلال. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. در رابطه با قرآن خوردن در سر قبرها از پیامبر و اصحاب و اهل بیت ثابت هست یا برعکس این را پیامبر نفی کردند؟ در این باره مفصلا توضیح دهید ممنون میشم. ان شاء الله. سوال دیگه هم هست؟ موفق باشید. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. الو. بفرمایید. سوال شرعی دارین؟ در خدمتتون هستیم. آقا سلام علیکم. اگه سوال شرعی دارین در خدمتتون هستیم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. من سوال داده بودم که برای نظر کردن من گفتم که بر نظر شوهر ما زن شدم. حاضی پشیمان و مقصد ایمو کودکی دادگیم و ای کودکی دادگیم پشیمانم. این نظر به خاطر نظر کردن به خاطر که اولاد داشته باشین. اولاد داشته باشم زندگیم پیش روه. هر دفعه که حامله میشیدم شوهرم و سوم میداد پول میداد که و کودک برای بگیای دکتر. نه که من نگرفتم ایستاده کودکا صاحب 4 فرزند شدم. شوهر من از زن یکمش و کودکدار شدگی نیست. دویم سیمش هم کودکدار نشد. 2-3 زن گرفت. من 4م زن گرفتم. مرا گرفت مثلا 4 کودک کردم. نه خود با درجه کودک مرا هاز من کودک به خاطر که زندگی ما نقص شود افتاد داده بودم من خیلی هاز من از شم غم داده سه روز گپ در زندان شوهرم اذیت کرده سه سخنای بیزه میزه. من هر روز مقصد خجالت میکشم گریه میکنم خیلی. اما زن اولشم هر گاه میگه کودک نمیمونم بینم خیلی اذیت ها میکنم. اما میگم که به خاطر خداوند ما بخشیدمش بعد نظر کردم. اما نظر عقید گرفته نشیده باشه یا درست. سوال دیگه هم دارین؟ یه سوال دیگه عبدالقدوس دهقانم و مخلصا شیم باور کنه هم خیمه هم آرزو دارم که فرزند رنگ همین استاد شود. همه وقت دعا میکنیم در حق تانو شما هم دعا را فراموش نکنیم. در حق ما دعا کنه که ما را صبر چیه خداوند ما را صبر چیه انشالله. تشکر میکنم. با یه سوال دیگه استاد بخشش بفرمایید. همین شوهرم در زندان راست دیگه زنگ میزنه همین سخنه بزید میزنه. الحمدلله فرزندم 6 ساله 3 پاره کاری شده به امر خداوند خیلی درس میتیم کودکم زنگ میزنه سخنه بزید میزنه. صبر میکنم یک روز میشه که با جنگ میکنم خودش آوازی بلند میکنم هم خطابه میکنم پیش خداوند اکمو در پیش خداوند گناهای ما رو بخشیده میبخشیده باشه خداوند که ما با سر شوهر مثلا نافرمانی کردیم. بله تشکر میکنم. در امان خداوند باشه. خداوند همیشه صحت سلامت باشه. برنامه‌هاتون خدا را شکر برنامه‌هاتون. تشکر میکنم. در حق ما در حق فرزندامون سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بگیرین. سلام علیکم. بفرمایید.
بفرمایید بیننده گرامی. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. از شنبه. بفرمایید. من شما خواهش دارم که اینم غیر دین و ایمان آورده. بخشین صداتون قطع شد، یعنی قطع وصل میشه. و میگه که منم همین میشه که من دعا کنم برای تقوی پدر من میره. بخشین من متوجه سوال نشدم، دوباره بپرسین. کلین من از چه روسیه است و میگه تو ایمان خودش ایمان آوردگی میگه من در تروی پدر من میره یا نه؟ چه چیزی؟ یعنی ایمان آورده، دنبال سوال چیه؟ کلین من. بله بله. شما من میتونم که ایمان آورده است. حالا سوال چی است؟ ظاهراً تماسشون قطع شد. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما ایضاً خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي. آنان که دارا و ثروتمند هستند باید از دارایی و ثروت خود انفاق کنند و کسی که تنگ دست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند. الله هیچ کس را جز به اندازه‌ای که به او داده است مکلف نمی کند. الله پس از سختی و ناخوشی آسایش پدید خواهد آورد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که یا ادامه سوالا پرسیدن بیننده ای که اگر کسی در حالت نشئگی طلاق دهد آیا این طلاق واقع می شود یا نه؟ در مورد نشئگی این تا اینکه تعریفشون از نشئگی چه باشه. اگر یک فردی واقعا به خاطر استفاده از مواد مخدر یا هر نوع دارویی به اندازه فرق نمیکنه، به هر چیزی که باشه، چه موارد مباحی باشه موارد حرامی باشه، اون بحثی که یک فردی مواد مخدر استفاده کرده یا هر مورد دیگری که حرام باشه اون یک حکم جداگانه هست، یک کار ناجایز رو انجام داده. مواد مخدر که حرام هست یا شراب یا هر مورد دیگری باشه، مشروبات الکلی رو استفاده کرده، اون یک حکم جداگانه هست و گناهش هم یک گناه کاملا جداگانه هست. ما نمیتونیم اون رو رفت بدیم به خاطر با در واقع طلاقش، چون که گناهی رو انجام داده. پس بنابراین ما فتوا بدیم که در واقع به خاطر این که تنبیه بشه طلاق زنش هم افتاده باشه. هیچ این دو قضیه با هم دیگر ربطی رو ندارن. بحث ما روی این هست که اون کسی که الان در واقع به قول خودش نشه هست، این نشگیش و بیهوشی و مستیش در چه اندازه‌ای هست. اگر واقعا به اندازه‌ای هست که به هیچ عنوان اختیار خودش رو ندارد،
یک فردی به اندازه‌ای نشه شده که اختیار خودش رو ندارد و هیچ گونه کنترلی در گفتار و اعمال خودش ندارد و خودش هم نمیداند که چی میگوید. در این زمان اگر زن خودش رو طلاق داد، بنابر رأی جمهور طلاق واقع نمی شود، در صورتی که نشگیش در اندازه‌ای باشد که کنترل خودش رو از دست داده و نمیداند که چی میگوید. اگر بعداً هم که بیهوش آمد و به حالت عادی بازگشت، بهش گفتند که زنت رو طلاق دادی، یادش نیومد، بینه و بین الله، اگر به این مرحله رسیده بود، این در واقع زنش طلاق نیست. اما اگر کسی هست که فرض بکنیم همیشه معتاد مواد مخدر است، همیشه مواد مخدر استفاده میکند و از حالت عادی خارج نمیشود، یعنی با این که مواد مخدر استفاده میکند اما هوش و حواسش کامل هست، فرض کنیم که جر و دعوایی شده، جدالی شده با همسر، زنش رو طلاق داده، این یک حکم کاملا جداگانه هست. این در حالتی که خودش بر خودش کنترل داره، اختیار خودش رو دارد و به صورت کامل مست و بیهوش نیست، زنش رو طلاق داده، طلاق واقع می شود. انسانی هست که تمام اعمال و گفتارش در واقع یک حکم شرعی دارند. اما کسی که کاملا بیهوش هست، مست و مدهوش هست که به هیچ گونه اختیاری بر خودش رو ندارد، سبب در واقع مست بودنش، سبب بیهوش بودنش، هر چیزی که باشد، در این صورت طلاق واقع نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که نماز ظهر را که خواندن، نیت نماز عصر را کردن که بعدا متوجه شدن که نیت عصر کردن، حکمش چیه؟ هیچ گونه اشکالی رو نداره. نماز ظهر ایشان به عنوان نماز ظهرشون قبول هست، ولو اینکه بر زبان گفته باشند که نماز عصر. الان وقت نماز ظهر هست، شما رفتید که نماز ظهر رو بخوانید، اشتباهاً به جای نماز ظهر گفتید که من الان نماز عصر رو میخونم. هیچ اشکالی وجود نداره. اساساً تلفظ کردن نیت مشروع نیست در هیچ عبادتی، نه در روزه و نه در نماز و نه در زکات و در حج و در هیچ یکی نیت رو تلفظ کردنش از نظر شرعی مشروع نیست. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ موردی نیت رو تلفظ نکردن. حتی بسیار از علما تلفظ نیت رو بدعت میدونن، زیرا هیچ گونه اصل شرعی نداره. نیت کردن یعنی تصمیم قلبی، اراده قلبی شما، یعنی نیت کار قلب، کار زبان نیست و زبان بیمورد در اینجا دخالت کرده و در صورتی هم که اشتباه بکند، اشتباهش معتبر هم نیست، اشتباهش هم معتبر نیست. وقتی که نیت شما در قلبتون این بوده که شما میروید نماز ظهر را میخوانید، همون نیت قلبی شما معتبر هست، ولو اینکه بر زبان شما اصلا نیت نکرده باشید یا به اشتباه نیت کرده باشید، به جای نماز ظهر مثلا نماز عصر گفته باشید یا اصلا هیچ چیزی رو بر زبان نگفته باشید، فقط در دلتون باشه، در هر دو صورت نماز شما 100% صحیح هست و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. جزاکم الله خیر. آیا رنگ سیاه برای ریش و موی سر درسته یا نه؟ در مورد رنگ سیاه با توجه به برداشتی که علما از روایاتی که در این زمینه آمده دارند، اختلافاتی وجود داره. بسیار از علما رنگ سیاه رو مکروه یا حتی حرام گفتند و استدلالشون از روایتی هست در صحیح مسلم یا روایت دیگری که در سنن آمده. در روایت صحیح مسلم این است که ابو قحافه زمانی که مسلمان شد، پدر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، ایشون را آوردن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم دستور دادند که غیروا هذا. در روایت اومده وقتی که ایشون آوردن و رأسه کالثغامه، یعنی موی سرش کاملا سفید بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند غیروا هذا واجتنبوه السواد، این رو تغییر بدید، یعنی موی سرش رو رنگ بکنید. و در ادامه روایت اومده که از رنگ سیاه پرهیز بکنید. این در ادامه روایت هست. اما قول محققین محدثین در این زمینه این است که این جمله واجتنبوه السواد این جزء فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، این مدرج راوی هست، یک جمله هست که راوی اینو در واقع اضافه کرده، در اصل روایت نیست و این روایت با سندهای دیگر بدون این اضافه در واقع نقل شده. بنابراین محققین اهل سنت و الجماعت و محدثین بر این نظر هستند که هیچ گونه اشکالی ندارد، ولو اینکه رنگ سیاه باشد، از نظر شرعی استفاده کردن از اون برای زن یا برای مرد هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو نداره. و در روایت دیگری که در سنن اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر الزمان یک قومی خواهد اومد که سر و ریشون رو در واقع رنگ میکنند مانند چیندان مرغ که حواصل الطیر، و در اون روایت اومده که اینها بوی بهشت رو در واقع دریافت نمیکنند. اولا که این روایت ضعیفی هست و در مرحله ثانی بالفرض این که صحیح هم که باشد، این در واقع بیانگر یک نوع علامت
روایت هست، نه بیانگر یک حکم شرعی. دلیل صحیح و صریحی که رنگ سیاه را ممنوع کرده باشه وجود نداره. پس بنابراین به نظر من نه برای مرد نه برای زن هیچ گونه یعنی اختلافی در این نیست و تفاوتی نداره، نه برای پیر نه برای جوان. یعنی کسی که قبل از موعد پیر شده باشه یا کسی که واقعا هم به سن پیری رسیده باشه، از نظر شرعی رنگ سیاه هیچ گونه اشکال شرعی رو ندارد، مگر در صورتی که منجر به تدلیس باشه، برای فریبکاری باشه. یک کسی میخواد که سر یک دختری رو کلاه بذاره، سر و ریشش رو سیاه میکنه به خاطر فریب دادن دیگران، یا همچنین برعکس یک زن میخواد که مردی رو فریب بده، این مورد حرام هست. اما به صورت عادی زن و شوهر میخواد که موی سرشون رنگ بکنن، هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی وجود نداره. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیانید باز در سوالی است که قبلا تکرار شد، گفتن نماز صلات تسبیح آیا جایزه یا نه؟ صلات تسبیح قبلا عرض کردم که دلیل صحیحی رو نداره، دلیل صحیحی در این زمینه وجود نداره. یک روایت هست از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در سنن ابو داود هست که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه این روایت رو منکر دونستن و قبلا عرض کردم که هیچ یک از علما، منظورم از علما یعنی ائمه 4 مذهب امام ابو حنیفه، شافعی، مالک و احمد رحمت الله علیه، این نماز تسبیح رو نماز مسنونی قرار ندادن. از دیدگاه هیچ کدام از این ائمه صلات تسبیحی وجود نداره و سنت نیست. جزاکم الله خیر. بیان بعدی گفتن که از ناحیه دو پا فلج شدم و برای گرفتن وضو یا دست نماز مشکل دارم، چه کار کنم؟ کسی که در واقع معذور هست، یعنی ایشون از نظر شرعی در حکم اصلی باید وضو بگیرند، باید وضو بگیرن. اگر خودشون میتونند وضو بگیرن، میتونند که برند وضو بگیرن، یا این که یک فردی هست میتونه که در واقع آبی رو بیاره که ایشون وضو بگیرند، باید یک فردی این کار رو انجام بده. و بالفرض این که اگر کسی نباشه، خشتی رو حداقل در کنارشون باشه که بتونن تیمم بکنن. این مورد سوم هست. بالفرض ما تصور بکنیم که یک فردی هست فلج هست و در خونه هیچ کسی نیست، نه خودش میتونه که بره وضو بگیره، نه کسی هست که براش آب بیاره، نه کسی هست که براش خاک یا خشتی رو فراهم بکنه که تیمم بکنه و وقت نماز هم فرا رسیده، این فرد چه کار بکنه؟ با همون وضعیتی که هست نماز بخواند. با همون وضعیتی کسی که به هیچ عنوان راهی نداره، نه خودش میتونه بره سر شیر آب وضو بگیره، نه کسی هست که براش آب بیاره، نه نزدیکیش خشتی وجود داره که بر اون تیمم بکنه و هی وقت نماز هم فرا رسیده، حکم شرعی است با همون حالتی که هست ایشون نماز بخونه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی در حد توان خودش مکلف است. این بنده خدا بیشتر از این توانایی رو ندارد، بدون وضو هم میتواند در واقع نماز بخواند. اما در مورد دیگر که خودش میتواند برود یا کسی هست که براش آب بیارد یا براش خشتی بیارد که تیمم بکند، باید این کار رو انجام بدهد. درست. جزاکم الله خیر. زنا حق الله هست یا حق الناس؟ به صورت کلی تمام گناهان یک جنبه حقوق الهی دارند. تمام گناهان، حتی والا اینکه گناهانی که حق العباد هستند، یک جنبهشون حق الله متعال هست، زیرا که الله متعال هست که این حقوق رو مشخص کرده. کسی که سرقت رو مثلا حرام قرار داده، حرمتی رو قائل شده برای مال مسلمان، الله متعال هست. شما وقتی که مال یک برادر مسلمان رو به ناحق میخورید، گذشته از این که حق یک انسان رو تلف کردید، حق الله متعال رو هم تلف کردید، یعنی دستور الله متعال رو در واقع نادیده گرفتید. و در مورد حق در واقع زنا یکی از این موارد هست که الله متعال در واقع این رو حرام قرار داده و این حق الله متعال هست. مثلا دو نفری که با هم دیگر زنا بکنن، در واقع با رضایت هم دیگر این کار رو انجام بدن، این برمیگرده تنها به این که حق الله متعال رو هر دو نفر در واقع ضایع کردن. جزاکم الله خیر. رفتن به جماعت تبلیغ درست است یا نه؟ اگر کسانی واقعا یعنی اهل علم هستند، شما وقتی که با یک چند گروهی همراه میشید، چه بسا بسیاری از کسانی که ادعای تبلیغ داشته باشند شاید از احکام شرعی خبر نداشته باشند، شما شاید مروج بدعاتی باشند، با چنین افراد رفتن درست نیست. اما اگر با یک گروهی از جماعت تبلیغ که عالمی همراه با اونا هست، اهل علم همراه اونا هست و شما مطمئن هستید که تبلیغ به بدعتی نمیشود و شما رو در واقع احکام شرعی رو به صورت صحیح به شما یاد میدهند، از نظر شرعی اشکالی ندارد. شما میتوانید که با چنین گروه هایی که علمای همراه اونها هست و اهل علم در واقع اونها رو اداره میکنند، اشکال شرعی ندارد، شما میتوانید که همکاری بکنید. جزاکم الله خیر.
کتابی هست گفتن در منطقهشون به نام 4 کتاب که بعد از قرآن خوانده می شود. چه کتابی؟ من خودم شخصا این کتاب رو یعنی ندیدم، چون که در منطقه ما این کتاب نبوده، اما از دوستانی که در افغانستان هستن من سوالاتی کردم در این زمینه، میگن این کتاب اشکالات شرعی رو دارد، یعنی خالی از اشکال شرعی هم شاید نباشه. درست. جزاکم الله خیر. کسی که نمیتونه روزه بگیره حکمش چیه؟ کسی که نمیتواند روزه بگیرد، یعنی به صورت کلی توانایی روزه گرفتن رو ندارد، حکمش این است که فدیه بدهد. به جای روزه گرفتن باید فدیه بدهد، به تعبیر عامیانه بهای روزه رو در واقع بدهد و در مقابل هر روزی به یک مسکین غذا بدهد به اندازه در واقع نصف و نیم سا، یعنی 1 سا که حد اکثرش همون 3 کیلوگرم هست، در مقابل هر روزی 1.5 کیلو مواد غذایی یا معادلش پول رو اگر به یک فقیری بدهد، این فدیهش هست و گناه دیگر برگردنش نیست. بنده بعدی پرسیدن که نماز تراویح چگونه خوانده می شود؟ نماز تراویح یعنی نماز قیام اللیل، یعنی نمازی که در شب‌های ماه مبارک رمضان خونده می شود و حکمش این است که 2 رکعت خونده می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند صلات اللیل مثنی مثنی، نماز شب 2 رکعت هست. هر مقداری که شما می توانید بخوانید، این جایز، اشکال شرعی نداره. یعنی کسانی که 20 رکعت خوندن هم درسته، کارشون صحیح بوده، کسانی که 8 رکعت خوندن یا کمتر یا بیشتر کارشون درسته. هر کسی به اندازه توان خود و به اندازه‌ای که می تواند و میل و رغبت دارد باید شب‌های ماه مبارک رمضان را در حالت عبادت سپری بکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که قسم خوردن یا توسل به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حکمی دارد؟ قسم خوردن به نام هیچ کسی جایز نیست غیر از الله متعال. قسم خوردن به نام هیچ کسی جایز نیست به استثناء نام الله و صفات الله متعال. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث عبدالله بن عمر فرمودند من کان حالفا فلیحلف بالله، اگر کسی مجبور هست که قسم بخورد صرفا به نام الله متعال قسم بخورد، به نام الله یا صفات الله متعال قسم بخورد و به بقیه چیزها، به پیر و به پیغمبر و به کعبه و به نمیدونم مسجد النبی و به فلان قبر و زیارت قسم خوردن در واقع جایز نیست. در مورد توسل به جاه رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون فرمودن این توسل به جاه رسول الله یا توسل به حق رسول الله صلی الله علیه و سلم اینم بنابر قول راجح توسل صحیحی نیست. این جزء توسل‌های در واقع ممنوعه و غیر مشروع هست. ما هیچ گونه یعنی دلیلی رو نداریم که خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یا یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به جاه و به حق رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل کرده باشند. توسل یعنی این که شما یک وسیله رو در واقع یک چیزی رو شما سبب قرار بدید، وسیله قرار بدید برای اینکه دعای شما در واقع اجابت باشه. شما باید به یک چیزی توسل بکنید که در آن دخل و تصرفی رو داشته باشید، در آن شما یک نوع زحمتی رو، یک نوع در واقع افتخاری برای شما در واقع در آن وجود داشته باشه که آن کار را انجام داده باشید. به خاطر این است که ما می‌بینیم که بهترین توسل را اونگونه که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه بیان کرده یا اونگونه که در روایات اهل سنت و الجماعت اومده توسل به نامه‌های الله متعال و به صفات الله متعال هست و بعدش توسل به اعمال خیر هست، یعنی کارهای خیری که شما در انجام اون نقش داشتید به اینها توسل بکنید. پروردگارا من به فلان فقیر و مسکین صرفاً به خاطر رضای تو کمک کردم. خب توسل صحیح است. پس بنابراین چون که من به فقرا رسیدگی کردم یا الله مشکل من رو حل بکن. پروردگارا چون که من نمازگزارم، 5 وقت نماز به مسجد میرم، فلان مشکل من رو حل بکن. هیچ گونه اشکال شرعی نداره. پروردگارا چون که تو رحمان و رحیم هستی، پس من رو مورد رحمت قرار بده. این توسل صحیح است. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره. توسل کردن به جاه نبی، من توسل میکنم پروردگار به جاه رسول الله، به مقام رسول الله، به حق رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون این توسلی در روایات از رسول الله و صحابه نقل نشده و حتی ائمه احناف در این زمینه تصریح کردند که این توسل جزء توسل در واقع نامشروع هست. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و اصحاب و شاگردانش این توسل کردن به حق رسول الله صلی الله علیه و سلم را یا این که یعنی در عبارات
فقهیشون اومده که لا یسأل به مخلوق، الله متعال را به مخلوق ما نمیتونیم سوال بکنیم که یک مخلوقی رو واسطه بکنیم و از الله متعال در واقع سوال بکنیم. ولا یقول احد اسألک بحق انبیائک، اینها مواردی هست که از ائمه احناف در واقع نقل شده که جایز نیست انسان بگه پروردگارا به حق پیامبرانت فلان حاجت مرا برآورده بکن. ولی یک صورتش جایز هست که من دعا میکنم پروردگارا به خاطر ایمانی که من به رسول الله دارم فلان مشکل من رو حل بکن. توسل صحیح هیچ چیز گونه اشکال نداره. پروردگارا به خاطر محبتی که من با پیامبرت دارم فلان مشکل رو من رو حل بکن، هیچ گونه اشکالی وجود نداره. اما این که بگیم پروردگارا به جاه رسول الله یا به حق رسول الله، خب جاه رسول الله، مقام رسول الله اصلا به تو چه ارتباطی داره؟ چه نقشی داری تو در این زمینه؟ هیچ نقشی برای این نداری. یک جاه و مقامی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد الله متعال داره، کرامتی هست که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. تو در این زمینه هیچ نقشی رو نداری. تو باید به وسایلی توسل بکنی که در انجام اونها یک نوع زحمتی رو متحمل شدی و یک نوع در واقع افتخاری رو داشته باشی. اگر توسل به ایمان به رسول الله باشه جایزه، چون که تو مؤمن هستی، این ایمان رو به وجود آوردی. اگر توسل به محبت به رسول الله باشه جایزه، زیرا که این محبت رو تو در وجود خودت ایجاد کردی و نقش داری. از بنابراین توسل کردن به جاه رسول الله یا به حق رسول الله یک توسل نامشروعی هست که از در واقع صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و از ائمه بزرگوار اهل سنت نقل نشده، گرچه بسیاری از علمای اهل سنت معتقد به این هستند که جایز هست، اما برای چنین موارد که یک نوع عبادت هست و یک نوع تقرب به الله متعال هست باید دلیل شرعی باشد از قرآن یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این زمینه دلیلی وجود ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که چه چیزهایی موجب و باعث غسل می شود؟ موجبات غسل به صورت کلی 6 مورد را فقها ذکر کردند که جز موجبات غسل هستند. موجبات غسل یعنی کارهایی که در واقع به خاطر انجام آنها غسل بر انسان واجب بشود، یا به صورت کلی در چه صورتی غسل بر انسان واجب می شود. 6 مورد هستند. مورد اولی خروج منی هست. خروج منی که در واقع منی رو هم وقتی که تعریف میکنند به صورت کلی هم از مرد و زن در واقع مواردی که خارج میشوند، مایعاتی که خارج میشوند تقسیم بر چند قسم هستند. ادرار هست که هیچ گونه در واقع ابهامی در اون وجود ندارد، این حکم شرعیش رو همه میدونند که شکننده وضو هست و غسل لازم نمیشه. همراه با ادرار احیانا یک مایع غلیظی هست و لجمانندی هست که از نظر فقهی بهش ودی گفته میشه و این حکم همون ادرار رو داره، حکم ادرار را دارند. 2 مورد دیگر هستند که به خاطر تحریک جنسی خارج می شوند از انسان. یک موردی هست مزی، یعنی مایع شفافی که با فکر جنسی و تحریک جنسی خارج می شوند. این هم حکمش مانند ادرار هست، یعنی غسل بر واجب نمیشه، صرفا نجس هست و شکننده وضو هست. مورد چهارم منی هست که غلظت بیشتری را داره، سفید رنگ هست و فقها وقتی که تعریفش میکنن میگن بویش مانند خوشه درخت خرما هست و بعد از این که از بدن خارج بشود شهوت شکسته می شود، به معنی ارضا شدن حس شهوانی هست. این مورد جز شکننده های بزرگ هست، یعنی جز حدث اکبر هست، یعنی این که با خروج منی انسان باید غسل بکند. تفاوتی رو ندارد که مرد باشد یا زن باشد. الله متعال می‌فرماید که و ان کنتم جنوبا فطهروا، اگر جنوب بودید. جنابت یعنی خروج منی. جنابت یک از موارد اصلیش این خروج منی هست. اگر که جنوب بودید و منی خارج شد از بنابراین غسل بکنید. یا روایتی که در سنن ابو داود هست رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که اذا فزحت الماء فاغتسل، وقتی که آب با جهش بیرون اومد منظور منی هست در اون صورت غسل بکن. پس بنابراین اولین موردش خروج منی هست. این خروج منی چه با اختیار باشد چه بدون اختیار، چه در خواب باشد یا بیداری باشد، در خواب یا بیداری، در هر صورتی که خارج بشود این در واقع موجب غسل است، مگر در صورتی که به خاطر بیماری باشد. اگر به خاطر بیماری بود و بدون شهوت بود در اون صورت غسل واجب نمیشد. اما در موارد دیگر چه در بیداری باشد یا در خواب باشد در دو صورت موجب غسل است. این مورد اول هست. مورد دوم همبستری هست. همبستری ولو این که انسان ارضا نشود. همبستری کردن به محض این که زن و شوهری با همدیگر در واقع همبستر بشوند و دخولی صورت بگیرد ولو
ولو این که ارضا نشده باشند، منی خارج نشده باشد، بازم غسل واجب هست. روایت حضرت عایشه هست که اذا جلس بین شعابها الاربع فجهدها فقد وجب الغسل، که در واقع اینم یکی از موجبات غسل هست که شما اشاره میکنید که باید مختصر بکنم. و مورد دیگری هم اسلام کافر هست که وقتی که کافری مسلمان بشود بسیار از علما واجب میدونند که این باید غسل بکن، زیرا که در مواردی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم کسانی را که مسلمان میشدند دستور به غسل میدادند، اما عموم فقها نظرشون بر این است که این جزء غسل‌های مستحب هست و جزء غسل‌های واجب در واقع نیست. مورد چهارم که جزء واجبات هست با مردن هست. وقتی که انسان مسلمان میمیرد غسل دادنش در واقع یک از موارد واجب هست و غسل واجب می شود. و مورد پنجم و ششم انقطاع خون حیض و نفاس هست. بعد از این که عادت ماهیانه تمام می شود یا خون ریزی بعد از زایمان تمام می شود، حکم شرعی این است که در واقع در زن باید غسل بکند. و مورد هفتمی هم در این زمینه وجود دارد که در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه حکمش فرض هست که غسل جمعه هست، که روایتی در صحیحین اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که غسل الجمعه واجب علی کل محتلم، که غسل جمعه بر هر انسان بالغ در واقع واجب هست. مجموع مواردی که واجب هستند از نظر فقها همین 6 مورد که مورد اتفاق هست و مورد هفتم که در مذهب امام احمد ابن حنبل است. جزاکم الله خیر. آقا عبدالعزیز گفتن که گفته بودین که کسی که قبلا نماز نخوانده و توبه بکنه نماز قضایش نمیخواد بخونه، والا گفتن کسی که زکات نداده قبلا و نمیدانسته و بعد توبه کنه هم زکات گذشتهش بخشیده میشه؟ زکات حق مال هست. نماز فرق میکنه، نماز و روزه حق بر خود فرد لازم میشوند، اما زکات حق مال هست. دیدگاه عموم فقها در این زمینه این است که اگر کسی تارک زکات بوده بعد از این که توبه میکند سالهای گذشته هم باید زکاتش رو پرداخت بکند. زکات اموال رو در سالهای گذشته که نداده همچنان بر عهدهش باقی هست، باید این زکات رو پرداخت بکند و معاف نمیشود. جزاکم الله خیر. کسی که از بانک به صورت قسطی خانه خریده است، درسته؟ اگر اونشون اشاره کردند که خود بانک مالک در واقع خونه هست، اگر خود بانک مالک خونه هست و این خونه رو به شما میفروشد و قسطی میفروشد و بیشتر از اون قیمتی که فعلا این خونه به صورت نقدی دارد از شما قسطاً بیشتر میگیرد، اشکال شرعی نداره. در صورتی که خود بانک در واقع صاحب خونه باشه اشکال شرعی نداره و جایز است. حکم خواندن قرآن بر سر قبرها، چون این چیزی از رسول الله و صحابه ثابت نیست، بیچ عنوان ثابت نشده که رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه سر قبرها در واقع قرآن بخونند، بلکه برعکس از رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خونه هایتون رو قبرستان قرار ندید، در خونه ها قرآن بخوانید. مفهوم مخالفش این است که این قرآن خوندن سر قبرستان از نظر شرعی جایز نیست. درست. و سال بعدی بیننده که تقریبا درد دلی هم میکردن در مورد نظر بود که در کل این سالاشون بود که نظر کرده بودم و الان از نظر خودم پشیمان هستم، میتونم نظر رو پس بگیرم؟ این نظر کردند که این کودکشون رو بدن به خانم اول شوهرشون که بچه دار نمیشده و بر نظر خودشون وفا کردند، اما الان که ایشون اینگونه من از سوالشون فهمیدم که اون خانم با بچهشون بد رفتاری میکنه و حق این احسان رو در واقع ادا نمیکنه و در صورتی که این خانم متوجه بشه که بچهش داره مثلا تربیت صحیحی نیست یا اینکه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد، در این صورت میتواند کان رو دوباره پس بگیرد. هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. درست. و سال بعدی بیننده گفتن که یعنی خود خواهر بودن، گفتن که با شوهرشون در زندان هست و وقتی که تماس میگیرد با ایشون دعوا میکنند، حرفای تند و بیدینی میزند و ایشون هم گفتن منم با شوهرم دعوا میکنم، آیا گناهی بر من هست و آیا بخشیده میشم؟ انسان باید سعی بکنه که در موارد کلی تا جایی که ممکن هست، یعنی انسان خوش رفتار باشه، هم شوهر و همین که زن باید این موارد اخلاقی رو مراعات بکنند، با هم تعامل و معاشرت بالحسنایی رو داشته باشند، با هم دیگر ارتباط خوبی رو داشته باشند، الفاظ زیبایی رو برای هم دیگر استفاده بکنند، احترام یک دیگر رو داشته باشند. این یک حق متقابلی هست. اما بالفرض اگر که
یکی از این دو طرف اون حق شهری رو در واقع ادا نکرد و کوتاهی کرد و در مقابل اون فرد دیگر هم آشفته شد، حرفی رو زد، صداش رو بلند کرد، این انشالله که الله تعالی رو معاف خواهد کرد و خصوصا بعد از این که انسان پشیمان بشود، هر دو طرف یعنی حرف تند زدن یا فحش و ناسزا گفتن از نظر شرعی قبلا عرض کردند که جایز نیست. سعی بکنند که انشالله این موارد رو کنترل بکنن، هرچند که بیشتر بخواند که کنترل بکنن انشالله به عنوان یک اخلاق و سجیه به مرور زمان در میاد. اما اگر یک مرتبه آشفته شدند و بی اختیار صداشون بلند شد انشالله که در این زمینه هم گناهی رو مرتکب نشده باشه. انشالله. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. شب و روز خوشی رو برای شما بینندگان عزیز آرزو میکنیم و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحيرة من أمري فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا